بینندگان ارجمند السلام علیکم. چون همیشگی شما سه‌شنبه در سیمای مستقل یکم برنامه مصاحبه منظور شما. این برنامه نخستین ما که به طور مستقیم در سال 2018 جریان میگیرد و تلفن ارتباطی در پایان اکران ها شما دیده ایستاده. دو رقم تلفن اینشون فعال است و 92 726 50 56 و همچنین 5 707 66 یعنی این با کد خوجان 3422. ما این نوبت تصمیم داریم در مورد یک مسئله بسیار مهم، مسئله سلامتی یک صحبتی داشته باشیم. عادتا وقتی انسان ها با هم دیگر وام میخورن یا به یک دیگر تمنا میکنن، احوال پرسی میکنن و وقتی تمنا میکنن میگن همیشه سلامت باشید، چون معلوم است که سلامتی این گوهری بی‌بها است و مثلا از نفری درد کشیده پرسیدن ممکن است که سلامتی چی قدر دارد. بنابر همین ما اطراف سلامتی صحبت میکنیم و در صحبت ما نفری هستند که همگان خوب میشناسند. دکتر عالم گیاهشناس طبیب مردمی مولا ظهور طاهری مهمان برنامه ما هستند. استاد شما رو به برنامه مستقیم مصاحبه خوش آمدید. سلامات باشید. خب چنانه که در صحبتی که ما 4-5 روز پیشتر وقتی ما خدمو تلفنی صحبت کردیم، من شما گفتم استاد برنامه رو دعوت میکنم، فرصتتون چگونه؟ شما قبول داشتید، تشکر برای دعوت. و گذشته از این همچنین شما همونجا گفتید که من میخواهم گویم که چگونه 100 سال زندگی کردن ممکن است. براستی همچون بیننده برای من عجیب است که مثلا چگونه 100 سال زندگی کردن ممکن است. این چی است؟ این گویم یک قاعده زندگی شما است. برابر تشکر زیاد. البته نیتی ناز نیست دولت میگویم. دانش این هم سالمی هست، هم بایگری هست، هم درازعمری هست، هم صلح و ثبات هست. همین از دانش هست. من تا امروز دانشجو هستم. گرچنده که آموزشگاه طبی در خوجان تمام کردم، اینستیتوت طبی در شهر دوشنبه، اسپرانتوره در مسکو، دکترانتوره، همه اتاپ‌های ساحه علم گذاشتم و با خلاصه آمدم که طبیب هر یک انسان خود اوست و با او دانش آموزاندن در کار. و در کشورهای زیاد با آدمانی تا 120 ساله من صحبت داشتم که طبعا آنها اینقدر عمر دیدن و 4 سال قبل در گازети ЗОЖ здоровый образ жизни России من یک مقاله نوشتم که хочу могу жить до 150 лет، یعنی که تا 150 سال میتونم عمر ببینم، چون من بسیار چیزا آموختم و روزها بسیار نوشتن که این زیادتر و با یک کتاب چاپ کردم با نام چطور انسان باید 100 سال عمر ببینه. البته وقتی که ما همین از باغچه از مکتب آدمای میآموزانیم و یا خودش حفظ میکنند، حساب میانی عمر انسان از 120 تا 150 200 سال است اگر نگاه کند خودش. این خیلی آدما هم هستن، مثلا با قریب اینترنت ما یک چیز دیدم که یک زنی 102 ساله تولد کردگی و یک مرد 180 ساله گفته است که اجل مرا فراموش کرد. ببینید 182 دارم دیگه هست. خب به هر صورت من همین حکمتی گویم در از عمری مثلا شما پیش از همه گویم در طرز حیاتی سالم میگوید. خب دیگر عامل ها مثلا تاثیر گذاشتنش میکنه، چون ما در زمان زندگی میبینیم که مثلا عامل های تاثیر از خیلی زیاد است. عامل ها خیلی زیاد هستند. موافق نشاندادهای ВОЗ всемирная организация здравоохранения، یعنی 10% سلامتی آدما وابسته از کارمندان ساحه طب، 40% از محیط، حاضر خیلی که گفتید شما باد و هوا، برق، راه، اطراف، تعمیر مغازه ها و 50% در دست خود انسان است. برای همین اگر ما در یک جایگی مردم کتی کار کنیم، طبیعتی حفظ کرده توانیم، سلامتی ما دور دراز میشد، عمر دراز میبینیم. و در مد اول مثلا خیلی که هوا، ما هوا میگیم باد و هوای تازه، یکم هوا آنچه که ما نفس میکشیم. امروز از سبب اون برای چه بیماری ها خیلی زیاد شدگی، برای اون که یکم مثلا در همین شهر خوجان حرکت گرفت خیلی زیاد ماشین ها هست. مثلا در شهر مسکو من میدونم زیاده از 3 میلیون ماشین هست. همه از خودش گاز حاصل میکند. گاز میبرد، ما چشم عادی ممکن نبینم، نفس میکشیم. برای همین مقدار بیماری های سرطان یکی از عامل ها همین گاز، باد و هوا، افلاس شبیه هست. و عامل دیگر این آب هست. بدن انسان وقتی کودک تولد میشد 95% از آب عبارت است. وقتی که سن سال رفتن گرفت آب بدن خشک شدن میگیرد، پوست پرموج میشد. اگر ما همه تکنولوژی نوشیدن آب هم یاد گیریم از آغاز مکتب خواندن، مردم یک چیزی عادی عمر شاید
دراز کرده میتوانم بیهوده پرزیدنت ما مسئله آب در سطح جهانی نبرداشتن و سال 2010 من در همون کنگرس آب اشتراک کردم. اون دوره من با زبان رسوسی یک کتاب آماده کرده بودم و در دراج زولوتا و بسیار مهمان‌ها از خارج کشور من با اونها این کتاب تحفه کرده بودم و خوشبختانه این کتاب من حاضر آماده کردم با زبان تاجیکی. اگر از طرف ولایت دستگیری شد مقدار تیراژ یعنی که زیاد کرده تعدادش، چون که این باید در خانه هر یک مردم تاجیک باشد که هر بار ورق زند چه خیلی آب نوشد، چه خیلی آب معامله کند، چه خیلی آب افلاس نکنند. چون که یک سالها در همین ناحیه همدانی حاضر بفکرم مسکوفسکی بود اپیدمی تیف شد. همون دوره ما مجله شفا تاسیس دادیم، مردم زیاد بیمار شدن و من برده 500 دانه همین مجله بیپول مردم تقسیم کرده دادم. بعد یک ماه تماما اپیدمی از بین رفت، چون که معرفت طبی مردم بلند شد. اونا خواندن و کافته رفتن سرچشمه اگوجا میشد چند تا آدما حاجتخانه‌هاش آب میرفته است و در آن همه آدما بیماری تیف شکمی به گرفتار شدگی. وقتی که بعد سرچشمه‌های محکم کردن بیماری نیست. برای این مقصد مثلا همین که حاضر این دایره سیرم بینید هر خیلی افلاس‌های میپرتن، ما اینجا میپرتیم با دیگر پایین ما با آدم‌ها هستن. برای این ما معرفت طبی ما بلند شد. هر یک چیزی که اخلاط پاره هست و در هم قوطی‌های مخصوص پرتیم. مثلا وقتی که در آلمان گردیدگر یک چیز پرتید یک چیز دیگه آمدش ما مجبور می‌کند گرفته پرتا بوده. مردم ما حالا در این صاحب مدینات خیلی سخت پست هست و بسیار آدم‌ها علاقه در قبول من بودن. من فهمیده می‌تونم که از خواب خستید حتما نیم لیتر آبی شیرگرم نوشید، برای که شب شوش کار کرده است، دل کار کرده است، عرق میکنید، آبی بدن بودگی کم میشد، خوش میشد. آب که کم شد یعنی که الیمنت های خون قبض میشن، خون قبض شده دکترها گم میزنن. من همچون کاردیولوگ پیشتر همین توصیه میدادم داروهای خونی سیوگ میکرد دیگه بیمارا. حاضر تکنولوژی نوشیدنی آب فهمیده میتونم، چون که آب در گردش هست و وقتی که شما این آب نوشیدید علاقه حسی همون خسته شوی، مانده شوی، خواب نالود شوی، همینا بر هم خورد. چون که برای حاصل شدن انرژی تمام دنیا چیز از انرژی هست، از یک شکل به شکل دیگر میگردد و برای حاصل شدن آب لازم است. من توصیه میکنم که 1 ساعت پیش از غذا، 1 ساعت پس از غذا باید شما 1 استکان یعنی 200 گرم آب نوشید برای هضم همون چیز. بسیار آدم‌ها سوال میتونن که کافی نوشیم، یگان قهوه نوشیم. فرمول آب دیگر است. حتی در همین کتاب بخمانشویلی و نویسندگی کتابش که آب چیز دارد، شعور، پامیت، خاطره دارد، خاطره میباشد، خاطره دارد و علمی یابانی هم اثبات کرده است که وقتی که آب با گپ‌های خوب میزند مناسبت نز عکسی به گفتگی و یاش نظم میشد، مولکول ساختش. وقتی گپ‌های قبیح و ویران میزند ویران میشد. برای همین مثلا اگر ما گوییم پیشتر همین داموله‌های ما آب دم میدادن دوا خونده، همون بیمار مینوشید شفا میافت. یعنی که همون سوره درست خونده تاند انرژی، اینفورماسیون همون فکری همون آدم آب میگذارن. بیهوده همین مردم ما هم نمیگن که اگر دردت وای کردن نتونی آب بگذار. بعد اسکندری ذوالقرنین بود، همون یک شاه بود که همون سرتراشای همش شاخ داشت، سرشای میبرید بعد که آوازه نکنن. آخران شاه سرتراش میگوید که من نکش، میگوید من هیچ کس به غم نمیزنم. همون هم یه روز لب آب رفته میشند و آب سخن کلام میگرد که اسکندر شاخ دارد، اسکندر شاخ دارد. این اینفورماسیون آب میرن، از آب گیاها میرن. بعد کمیش میبرد آدما نای میسازن، نای نوازن میگن که وای نای غم میزنن، اسکندر شاخ دارد. یعنی که آب این بهترین چیز هست، بهترین طرز طبابت هست. که من درباره شستشو، حقنه کردن، های گوشت آب گرفتن، بینه با آب گرفتن، دهانو چکاندن، اینا الیمنتی عادی‌تر که باید ما اینا از باغچه آموزانیم که سبب سلامتی و دراز عمری ما میشه. تشکر. استاد خوب یک در مورد آب گفتید. من حاضر اگر نگاه کنید اگر تمام من وکیلانی مجلسی نمایندگان امروز بین مردم نکته های پیامی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان رو به مردم فهمانیده ایستادند. از جمله من در دست من یک نکته پیام من نوشتم. معلوم است که مثلا طبابه شما در پایه گیاه‌های شفابخش تاجیکستان گویم تهیه شده است
و مثلا در پیام خود اساسگذار سرور وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامی رحمون گفتن اقتباس تاجیکستان ما دارای نعمت‌های بی‌بهای طبیعی، آب‌های طبابتی و گیاه‌های شفابخش بوده. محیط و طبیعت کشورمون برای رشد ساحه داروسازی و بنیاد استراحتگاه‌ها در موضع آب‌های شفابخش بسیار موافق میباشد. ولی استفاده از این امکانات و تشکیل اینفراستراکچور معاصر طبابتی و سالمگردانی هنوز قانع کننده نیست. پایان اقتباس. و در ادامه سخنشان گفتن که امروز مثلا از 32 کارگاه خرد داروسازی که امروز در تاجیکستان فعال است همگی 240 نامگوی محصولات داروواری استحصال میکند و بیشتری مثلا داروهای پسیفت وارد میشد و آشکار میکنه که از بیرون وارد میشد. گذشته از این مثلا تاجیکستان در حالی که زیاده از 39,000 گیاه شفابخش دارد. خب اندیشه شما در این گویم نکته پیام پرزیدنت چگونه است؟ البته من همچون رئیس اساسیاسیون طب خلقی از سال 2003 اساسیاسیون تأسیس دادیم. همین قانون درباره طب خلقی دو دپوتات از مجلس ملی یافتیم و پیشنهاد کردیم این قانون. اولین قانون گوییم که از مجلس ملی به مجلس نمایندگان پیشنهاد شد. خوب دستگیری کردن. سال 2004 جناب عالی قانون به امضا رساندن. از همون دوره شروع شد رونق و رواج یافتن طب خلقی و ما چندین جلسه مثلا ما همچون عضو شورای جمعیتی نزد پرزیدنت هستم. در 15 سالگی همین شورا پرزیدنت برآمد کرده گفتن که هر یک تا شما نماینده من از اتحادیه جمعیتی در همون ساحه خودتان هستید و به ما اشاره کردن که تو همین نسبتی گیاهای شفابخش کار بردن گرفتن. و من بعد برآمده اون کس مثال یک گروه تشکیل کردیم. ما رفتیم از ناحیه وحدت، فیض‌آباد، نورک تا پامیر اکسپدیسیون گذاشتیم. گیاهای تاجیکستان آموختیم. مثلا از ما بسیار گیاه داریم میگم که مقدارن چقدر هست کسی نمیدونه. برای همین دوره‌های پیش به اکسپدیسیون بود. دوره شوری بود. مثلا تمام گیاهای تاجیکستان رو جمع‌آوری میکردن. ابتشنی اپرابلینی بود 200 تن جمع‌آوری میکردن. من 2-3 سال آخر وزارت تندرستی 8 تن 10 تن جمع‌آوری میکند. این هم خیلی کاری زحمت طلب است. و برای من چندین مرتبه پیشنهاد کردم که مثلا یک مرکزی کننده شود در اونجا همه چیز آموزم. بعد یک پیشنهادی دیگه کرده بودم که در نزد هر یک شعبه های خواجگی قشلاق یک گیاهشناس یعنی بیولوگ اونجا مانند کار بگیرن که وای همون ناحیه مثلا ناحیه اشتویم تمام همون گیاهای همونجا داند مقدارش چقدر کی به گل میکند کی به بعد صرف نظر بچهای مکتب وابسته کردن در کار چون که پیشتر دوره‌های پیش مکتب بچه‌ها جمع‌آوری میکردن. حاضر در فصل تابستون تاجیکستان ما قریب تمام آدما مرد کاری رسیب میرد آدمی کار میکرد دیگه هم نیست. من یک قبلا 15 سال پیش چای میبردم اکن همون گیاه جمع میکرد که آدم ها نیستن برای این کار من حاضر وقتی چه پیش کار خودت اجرا میکردی؟ من خودم اجرا میکردم. چای براردگی بودم در نزد کمیته جنگل کارخانه علمی استحصالی سخاوتی طبیعت تأسیس دادیم. اکن نسبتی آب‌های هم گفتید ما وقتی که در پامیر دو زدیم اونجا زیاد آب‌های طبابتی هست. گر چشمه بی زهرا بی فاطمه هست، چشمه اوج برای بیماری‌های چشم هست. و آموخته به حکومت پیشنهاد کردیم که یک اینستیتوت کورارتولوژی تأسیس کنیم. یعنی که آموزش آب‌ها وقتی که از جهت علمی ما اثبات کنیم رکلام کرده توانیم از تمام دنیا آدما میبود. بیهوده ما سالی 2018 رشد سیاحی توریسم نگفتیم بله درست. برای همین مثلا من از سال 85 تا 89 در خواجه‌آبی گرم کار میکردم. من همین سال گذشته آخری سال رفتم. اون دوره که من کار میکردم بو خیلی بلند بود. پار میدونم دید آدمای دیگرش نمیدید. قریب پار پاس شده رفته است. این سرچشمه ها ممکن بعد 15 سال 20 سال دیگه ممکن نیست شود. یا آب شنبری پیشتر کارهای علمی میرفت ترکیبش میافتند کدام مقداری زپسش هست چی هست. برای همین باز با همه حاضر عظیم ابراهیم که روزی سیوم جانشین سروزیر یک ساعت صحبت داشتیم پیشنهادامو گفتم و گفتن که ما 14 مارت به یک جلسه دعوت میکنیم حتما توی هم دعوت میکنیم بیا همین پیشنهاد قطعی ما هرچی از دست ما بیاد کمک میکنیم که جمعیت پیش رود. و برای همین اینجا متخصص تیار کردن در کار. مثلا حاضر درباره گیاها گفتید شما ما چندین مراتب مثلا من رفتم ناحیه ها مدیر شعبه تندرستی ولایت ها دستگیری نیست. وقتی که جناب عالی یک دهن گپ زدن الکی
کار پیش جنبش به در اومد. مردم ما از خودش دانسته یک کار کردن وای ندارد، هوس ندارد. باید یک کس فرمان کرد. برای همین من حاضر از بالا که گپ مراجعت کردن که باید کارخانه‌های گیاهی شود، آموزش شود. حاضر هم آدما مراجعت کردن که ما چه خیل کنیم. من مثلا اول یکم باید ما متخصص تیار کنیم. برای اینکه بی متخصص هیچی هست. مثلا من هم صاحب کار در روسیه هستم، هم در تاجیکستان. و وقتی که من در روسیه بودم یک نفر گاردیف گفتگی شخصیت هست از اوفا، خودش بیولوگ. قریب زیاده از 500 نمود گیاهای کارکردش ماندگی کوها با جمع آوریشه. مثلا دکتر این چیزا نمیدونن. ما از روی کتاب میخونیم یک گیاه میدونن و در طبیعت میآموزد میدونن. و با همه آدم من بسیار رابطه نصب کردم. من همین سال گذشتم آخر کنگرس برفتم. اول وقتی که دید که کارش پیش نرفت، یکم دکترای تیار کرد گیاهشناس. چون که تکنولوژی طبابت یعنی که تشخیصی ما قریب که یگان دستگاه استفاده نمیبریم. خیلی که کلاسیکای ما چشم نگاه میکردن. مثلا وقتی آدمی مریضه ببینه چشماش در کدام حالت، نشمان چه کدام حالت، به آدمی سالم چه خیلی، آدمی بیمار چه خیلی، رو افتاده چه خیلی. از یک خودی چشم چقدر بیماری ها ما معاینه میکنیم. حالت پوست، از روی ناخن ها، از روی بوی دهان، بوی بدن، فشار خون دیگر و ما همین تکنولوژی خوراکخوری مردم رو تغییر میدیم. یعنی که از روی میجاز همین خوراک توصیه میکنیم، بعد گیاهای توصیه میکنیم. در همین حالت مردم تیز شفا مییابند. و امروز وقتی که در کنگرس های بین الخلقی ما اشتراک میکنیم و ما میگیم خیلی اپارات اختراع کردیم 100% تشخیص میکنند. تشخیص خیلی معین کرد، نه که طبابت به کی میکنند. طبیب هر یک انسان خودش قطعی خدا میگم. ما آدمای میآموزونیم کدام شخصیتی که همون تکنولوژی موقتی کار کرده تواند حتما وای نظم میشه. چون که من همچون دوره که در قرای بالا کار میکردم زیاده از 2000 مرده وقتی که میمردن اونجا رانیماسی کار میکردیم، رفته چاک میکردیم. در دوره سویتی تا مرده چاک نمیکردن، سبب مردن معین نمیکردن، جواب نمیدادن، اصلا از مرد بیرون نمیدادن. و با همین خلاصه آموندم که کجای انسان کسل نشد، در بدن انسان دو تا فیلتر هست. یکم فیلتر این جگر است. جگر خون تازه کرده تمام بدن رو میتیه. وقتی که در اونجا کرپس میگذارد حالت تمام چیز از انرژی وابسته است. و خون یک دقیقه مثلا از دل اگه صاف کنیم گذارد 5-7 لیتر خون میگذارد. اگر ترکیب خون سالم باشد، غذای سالم داشته باشد، بدن ها برود، آدم ها کم بیرون میشن. و دوم فیلتر این گرده هست. تشکر استاد. بینندگان ارجمند، شما برنامه مستقیم مصاحبه را تماشا کرده اید. ما بعد چند لحظه بعد پخش رکلام باز به استودیو برمیگردیم با برنامه ببینید، زیرا در دست من علاقه سوال های خیلی زیاد است. بینندگان ارجمند، شما برنامه مستقیم مصاحبه را تماشا کرده اید و در صحبت ما ملا ظهور طاهری، عالم گیاهشناس، دکتر، طبیب مردمی، همچنین شاعر هستند. نفری هستند که در برابر همه این گوییم ذوق طبابت کردن ها و دست شفا داشتن ها، همچنین ذوق شاعری نیز دارند و این همچنین نویسنده هستند. و این کتاب هایی که این لحظه روی میزی برنامه میبینید، این همه دسترنج زحمت ایجادی ایشان است که برای طبابت مردم پیش از تهیه کردن. از جمله من یک خودی مجموعه شعرهاشون با نام 100 سال بیزی روی چاپ رو دیده است. سال 2017 سال گذشته چاپ شد، به تازگی چاپ شده است و من با یک حکمت سخن رو آغاز میکنم. دکتر طاهری در یک مورد میگویند که سری قهر و جهل به کدام مرگ طلبیدن این بیماری است. هم صحبت شدن با آدمی بیفهم و فراست این بیماری است. از کسی قرض گیری و برگرداندن نخواهی این بیماری است. خب بازم حکمت های زیادی است که این کس در برابری در تجربه زندگی خود آموخته و برای امروزیان و آیندگان نوشته. اینجا به دست من سوالهای زیاد رسیده است استاد. من میخواهم اینجا قرائت کنم تا فرصتی برنامه با سوالهای دیگر از خودی گوییم چند نفری که زنگ زدن به عنوان برنامه. از جمله
یک نفر ساکن شهر خوجا شاهزاده پرسیدم برای تازه نمودن ارگانیسم دختران صبحگاهان به دل نهار نوشیدن آب خنک را توصیه می‌دهند. یکمش آب خنک را نوشیدن ممکن و یا آب جوشانیده شده خنک را باید استفاده برد. بعدا مهلت نگهداری آب جوشانیده شده چند مدت است؟ یکمش چیزی که ما علاقه گفتم پگاهی صبح برای که خواب بیدار میشد آدم یک بار آب خنک نوشیدن لازم نیست. در موردی که نباشد لوزیدن ممکنه نه که از جهت علمی طب باید آب پگاهی روز به آدم ناب بیدار میشد ارگانیسم آب شیرگرم یعنی آب شیرگرم نوشن در دوام روز و فرقش نیست شما ارگانیسمتون چه به مطابق شده باشد بعضی آدم آب یخ نوشن آب خنک نوشن ارگانیسم علاقه تیار هست و آب جوش خیلی که ما چیز میکنیم که در دوام یک سوتکه آب میایستد حتی که آب ما میجوشونیم و این علاقه آب مرده میشد میارتوی و دم بسیار چیزا برای من آب نجوشانیده میشه آب اکنون سرچشمه آبی که آدما عمری دراز میبینن من با آدمای دراز عمرم واکرده که عموما دامنش چای نوشیدگی نه همین بعد خوراک یک ساعتی خوراک یک کاسه آب مینوشن برای هضم مثلا در ناحیه حصار یک وقتا قشلاق نیلو بود یک مردی 96 ساله که من واکردم چای دراز کردم که بچه من چای نمینوشم گفتم که من عموما چای ننوشیدم پالوام خودش سلامتش نست من هم ابخات میخورم بعد نیم ساعت یک ساعت یک کاسه آب می‌نوشم وقتی که من ادبیات‌های جهانی دیدم و مردک از جهتی و الکل معرفتی خوب طبی داشته است برای این ما آب تفسیر میکنیم و پیش از من مثلا یک سیستم طبابتی با اصول دکتر طاهری تاسیس داده هستم که اونجا گفته که یک ساعت پیش از غذا شما باید یک استکان آب نوشید یک ساعت بعد خوراک برای که یک ساعت پیش میده تازه کردن میگذرد یک ساعت بعد خوراک برای انرژی حاصل کردن این آب استفاده کرده میشه خوب امروزها سوال دیگری اون کاست امروزها کریم های جوان کننده پوست از جانب شرکت های زیاد پیشنهاد میگردد که در بسیار موردها زنها در انتخاب مشکلی میکشند شبهه به صفت پیدا میشود یا تاثیر ریالی اون به پوست چندان احساس نمیشود میخواستم درباره تاثیر کریم خوشرو بفهمم یعنی این کریمی که شما استفاده میکنید استفاده اون از چند سالگی توصیه داده می شود و برای نابود شدن به نتیجه نظر است چند وقت آن رو باید استفاده نمود؟ تشکر. عموما من طول قریب 10 سال است درباره همین دو تا کریم درسته کار کردم استحصال این درسته هست درسته لابراتوارهای خیلی عمیق با هم میکردگی چیزها هستند و کریم خوشرو در ترکیبش ویتامین ای با بعضی الیمنت های پوست بخواد میکردگی دارد و این ما اصلا با آدمایی که سن و سالش از 35 گذشتگی هست توصیه میتیم که مورد نگاه بین کردن گیری پوستی موی یعنی غذا شده استعداد اوجینگ پیدا نشود و اوجینگ داشت